بعد از آن امام بخاری حدیث 1395 را در ابتدای کتاب زکات ذکر کرده، گفتند که حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم و ترد على فقرائهم. این حدیث را از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت کردند. عبدالله ابن عباس یکی از 4 عبادله ها هستند و یکی از 7 نفر شخصیت هایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث زیاد روایت کردند. گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که معاذ را به سوی یمن فرستانیدند، گفتند که آنها را به شهادت لا اله الا الله دعوت کن. اینجا امام بخاری این حدیث را مختصرتر ذکر کردم. این حدیث را در 7 موضع صحیح بخاری امام بخاری رحمت الله علیه با لفظهای گوناگون و با سندهای گوناگون روایت کردند و در کتابهای گوناگون و در کتاب توحید هم آوردند. برای آنکه در آنجا آمده است که وقتی که معاذ را به سوی یمن فرستانیدند، گفتند که انک تأتی قوما اهل کتاب، تو به یک نزد مردمی میروی که آنها اهل کتاب هستند. یعنی اهل کتاب مراد یهود و نصارا هستند که به آنها کتاب نازل شده است، تورات و انجیل، ولیکن خود مردم یمن یهود بودند. تو به نزد یک قوم میروی که آنها مانند مشرک های عرب بی سواد نیستند، آنها علم آسمانی دارند، یهود و نصارا. فلیکن اول ما تدعوهم الی ان یوحدوا الله، در کتاب توحید آمده است که اولین چیزی که آنها را دعوت میکنی به یگانه پرستی الله تعالی دعوت کن، توحید الله تعالی دعوت کن، پیش از همه آنها را به یگانه پرستی دعوت کن. بنابراین امام بخاری در کتاب توحید اولین حدیث همین حدیث را ذکر کردند و در اینجا هم در کتاب زکات باز همین حدیث را ذکر کردند، ولی در اینجا کمتر با لفظهای دیگر. گفتند که وقتی که به نزد مردم میروی، یعنی که همچون امیر، همچون قاضی راهبر کرده فرستانیدن، گفتند که آنها را دعوت کن که به یگانگی الله تعالی شهادت دهند، شهادت دهند که غیر الله تعالی در این عالم دیگر معبودی بر حق نیست، دیگر ذاتی نیست که سزاوار بندگی و پرستش و عبادت باشد جز الله تعالی. الله تعالی را در همه کارها یگانه شمارند و شهادت دهند که من رسول الله هستم، فرستاده الله هستم. فانهم اطاعوا لذلك، اگر آنها تو را در این موضوع، اگر آنها تو را در این مسئله اطاعت کنند، یعنی کلمه گردانند و اسلام را قبول کنند، فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله، بعد از این برای آنها تعلیم ده که الله تعالی برای آنها 5 وقت نماز را در یک شبانه روز فرض گردانیده است. ببینید اگر ایمان نآورد، حاجت آنها را دعوت کردن به نماز نیست. برای آنکه ایمان نداشته باشه از کجا نماز میخواند؟ از کجا سری تعظیم و سری سجده به پیشگاه الله تعالی میبیارد؟ چگونه طهارت میکند وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان ندارد؟ صفتی طهارت را از کی میآموزد؟ بنابراین گفتند که اگر در مسئله توحید، در مسئله شهادتین که رکن اساسی دین مقدس اسلام است، اسلام با 5 چیز بنا شد. بنای اول شهادت دادن به یگانگی الله تعالی که غیر از الله تعالی دیگه معبودی بر حق نیست، و شهادت دادن به رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که جناب محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر الله و بنده الله هستند. اگر در این مسئله تو را اطاعت کنند، سپس برای آنها نماز را تعلیم. این دلالت میکند که شخص معلم، شخص عالم، شخص دعوتگر و مردم درجه به درجه میفهماند، نه اینکه از پایان فهماند. اول ترک سیگارت کشی و ترک ناز کشی را تعلیم دهد و بعد آداب و اخلاق را تعلیم دهد و بعد از آن روزه را تعلیم دهد و بعد از آن نماز و بعد از آن توحید. نه، اول توحید، اول ایمان، اول عقیده، سپس نماز. وقتی که یگانگی الله تعالی را قبول کرد، پیغمبری جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول کرد، بعد برای آنها خبر ده که الله تعالی در یک شبانه روز بر ذمه آنها
5 وقت نماز را فرض گردانیده است. فانهم اطاعوا لذلك، اگر آنها در این مسئله هم تو را اطاعت کنند، نمازهای 5 وقته را که خواندند، فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقه فی اموالهم، بعد برای آنها خبر ده که الله تعالی در مالهای آنها یک نوع صدقه را واجب گردانیده است، یک نوع زکات را فرض گردانیده است که تؤخذ من اغنیائهم و ترد علی فقرائهم، از بایهای مسلمان ها گرفته می شود و به کمبغل های آنها برگردانیده می شود. و در این یگان ظلمی نیست، بلکه در این رحمت است. الله سبحانه و تعالی مال را به شخص داد، می توانست آن را به دیگر شخص دهد، سپس شخصی که به او مال داد او را امتحان کرد، گفت که از این مال در 1 سال 1 مرتبه 2.5 فایز آن را به یک شخصی محتاج میبراری. این نه انداز است و نه جریمه است، این زکات است. این مالی صاحب زکات را می سبزاند، گناه های او را پاک می کند، مرتبه او را بلند می کند. این به فایده زکات دهنده است. این مانند انداز بر ضرری انداز دهنده نیست که ظلما حق بیچاره را گرفته می شود. و این حدیث واقعا دلالت به بزرگی شریعت اسلام می کند، که دلالت به بزرگی زکات می کند که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که معاذ را به یک مردمی فرستانیدند که آنها عموما از دین اسلام بیخبر هستند، اولین چیزهایی که به مردم تعلیم داده می شود شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله و برپا داشتن نماز و ادای زکات است. و در دیگر روایت ها آمده است که واتق دعوت المظلوم و ایاک و کرائم اموالهم، وقتی که مردم تو را در زکات هم اطاعت کردند و مال خود را آورده دادند، از نفیسترین مالهای مردم پرهیز کن، مالهای قیمت بهای آنها را نگیر و از دعای شخصی مظلوم بترس، فانه لیس بینه و بین الله حجاب، چون بین الله تعالی و بین شخصی مظلوم پرده نیست. مظلوم اگر دعا کنه دعاش قبول میشه. بنابراین مال مردم را ناحق نگیر گفتند، یعنی آنهایی که زکات مردم را جمع میکنند. و وقتی که به حدیث نظر میکنیم، البته ما حدیث را به تمام جانبهایش شرح و تفسیر نکردیم. اولین عباره وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم معاذ را به یمن فرستانیدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه ها را به هر شهر و ناحیه ها امیر کرده میفرستانیدند، برای چی مقصد داشتند، با کدام خاطر در این موضوع ها، یا اینکه وقتی گفتن که اولین چیزی که آنها را دعوت میکنه این شهادت الله اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله، این مسئله عقیده است، بعد از آن نماز است، بعد از آن روزه، زکات است. ما درباره نماز گپ نزدیم، درباره توحید گپ نزدیم، برای اون که در کتاب صحیح بخاری کتاب توحید است و کتاب ایمان هست و اینچون کتاب صلات است که در هر یک موضوع آن یعنی در آنجا استاده میگذاریم. اینجا فقط مراد بخاری از روایت این حدیث دلیل به فرضیت زکات است که وقتی که آنها نماز را که قبول کردند برای آنها بفهمان، تعلیم ده که الله تعالی در مالهای بایهای آنها زکات را فرض گردانیده است که از آنها گرفته می شود و به کمبغلها داده می شود تا اینکه در بین جمعیت مواسات باشد. یعنی نه اینکه یک گروه مردم مانند کپیتالیست ها، بایها غلام گیرند مردمی کمبغل را، به اندک مال آنها را کار فرمایند و اینها زندگی فاخرانه داشته باشند و یک قسمت مردم در عذاب، و نه مانند سوسیالیست ها که بای و کمبغل برابر باشد و مهنت شخصی بای که غالبا شخص های خواندگی هست و دانشمند است یا که مهنتگر است و از سبب بسیار کوشش و غیرت کردن و زیرکیش مال و ملک جمع کرده است، ما او رو برابر یک آدمی که تنبل است و کار نمی کند و مثلا یا شخصی بیفهم است برابر کرده مال او رو گرفته به اینها دهیم و مال رو در بین جمعیت برابر دانیم که این هم مذهبی نادرست است. شریعت اسلام بهترین شریعت است و بایها حق خود را داد و گفت که فقط 2.5 فایز آن را حق کمبغل ها را در 1 سال 1 مرتبه ادا کنید تا اینکه کمبغل ها هم بتوانند در این حیات دنیا یک زندگی خوبی داشته باشند. بنابراین بعضی علمای اقتصاد گفتند که اگر هر یک شخصی که زکات بر ذمه او فرض است زکات خود را اگر ادا کند در روی زمین کمبغل نمیماند. گفتم واقعا این است تعلیمات شریعت و این است خواست الله تعالی و دین الله تعالی که بهترین دین است
و بهترین حکم است و انشاءالله در حدیث های آینده دیگر احکام زکات را برای شما بیان میکنیم. در همین قدر کفایتی میکنیم. الله اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.